به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده عزیز. امروز 17 سپتامبر است. با همکارانم از دوشنبه و پرگ خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را خلاصه کرده ایم. نگاه به سرخط خبرها. در رابطه با کشتار مادر با 3 فرزندش در ناحیه رودکی نفر سیوم بازداشت شده است. گمانبران همسایه این خانواده بودند. زمانی که آلمان اخراج پناهجویان را بررسی دارد، دادگاه شتوتگارت یک شهروند افغانستان را برای کشتار افسر پلیس به حبس ابد محکوم کرد. مقامات تاجیک چی طور و با کدام راه‌ها تلاش می‌کنند که مخالفان متهم به افراطگرایی را با وعده عفو به تاجیکستان برگردانند؟ یعنی که گفتن که در همین گروه‌های مخالفین لایک گذاشته، شما همین قدر سخن گفتن خلاص. برنامه را از جزئیات حادثه پرسر و صدای قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه رودکی آغاز می‌کنیم. با گمان شرکت در کشتار مادر و 3 کودکش در ناحیه رودکی، گمانبر سیوم بازداشت شده است. 2 منبع جداگانه رادیو آزادی گفتند که این نفر هنگام فرار به ازبکستان بازداشت شد. خبری رسمی در این باره نیست و تا حال سخن از 2 گمانبر می‌رفت. خبرنگاران رادیو آزادی ملا رجب یوسفی و امیر ایسایف بار دیگر به جای واقعیت دهه دریاآباد ناحیه رودکی رفتند تا به سوال‌های بی جواب پاسخ یابند. هراس و وحشت همانا بر فراز دهه دریاآباد ناحیه رودکی چرخ می‌زند. مردم آن غمگینند. جزئیات نو و تکان دهنده فاجعه، عکس‌های دهشتناک در گوشه تلفن‌ها و آوازهای گوناگون نه تنها آنها، آدمان زیادی را اذیت می‌دهد. این منزل همان عائله است که شب 5 سپتامبر زن و 3 فرزندش را کشتند. در همسایگی آن یک خانه بعد خانه یکی از گمانبران است که زن او را می‌شناخته است. با گفته حداقل 3 نفر از همسایه‌ها، گمانبران می‌دانستند که زن یک گاوش را فروخته است و شوهرش برایش از روسیه پول فرستاده است. شهلا نظروی 45 ساله به همسایه‌ها گفته است که برای ساختن خانه و گذراندن توی پول جمع کرده استادند. سیف الله یکی از گمانبران این جنایت که در همسایگی این زن زندگی می‌کرد، 32 سال داشته قبلا برای دزدی زندانی شده بوده است. وی تکثیرانی میکرده است ولی اخیراً بیکار بوده و از بانک هم قرضدار بوده است. نعمان نورس 16 ساله که همراه سیف الله بازداشت شد، برادر ینگه سیف الله میباشد. درباره او معلومات زیاد در دست نیست. در مکتبی که نعمان تحصیل میکند به ما گفتند که او همراه مادرش میزیست و پدرش سالها پیش فوتیده است. مادر نعمان در صحبت با رادیو آزادی گفت باور ندارد که پسرش دست به چنین جنایتی مدهش زده باشد. با گفته همسایه‌ها شب جمعه 5 سپتامبر سیف الله از زن خواسته است که نعمان نورس را از سرباز شکار یا ابله پنهان کند. شهلا نظرور راضی شده است، اما رفتار بدینه این 2 نفر برایش شبهه‌ناک بود، چون آنها بعد به حجره در آمدن به کفتکاب چیزی سر کردند. آنها پول و دارایی‌ها را می‌جستند. سیف الله از ترس آنکه زن او را شناخت و به مقامات خبر می‌دهد به او حمله می‌کند. زن خواهش می‌کند که همه پول‌ها و چاروای عاقل را گرفته برد ولی به او و فرزندانش ضرر نرساند. اما سیف الله به بدن زن 2 کارت زده است. بعد این 3 فرزندش را به قتل می‌رسانند. 2 دختر زن را که یکی 15 و دیگری 17 سال داشتند با کارت و پسر 12 سالش را با خلطه سلفانی نفس‌بند کرده کشتند. با گفته همسایه‌ها شوهر این زن حلیم قبلا در نیروگاه راغون کار می‌کرده است و بعد به مهاجرت رفته است. زن خانشین بوده، چارواداری می‌کرد و شیر می‌فروخت. بعد این حادثه بعضی همسایه‌ها از ترس و هراس از ده رفتند، به خصوص آنهایی که شوهرانشان در روسیه هستند. با وجود پیدا شدن گمانبران، برخی از آنها تا حال به خانه‌هایشان برنگشتند. نظر شوهر زن و نزدیکان دیگر گمانبران به حادثه معلوم نیست. خبرنگاران رادیو آزادی آنها را در منزل‌هایشان یا محل زیستشان پیدا نکردند. در خانه آنها بسته است. و برمیگردیم به کشور همسایه تاجیکستان افغانستان که حاکمانش با قبول قرار و قانون‌های عجیب و غریب خبرساز می‌شوند. سخنگوی حکومت طالبان در افغانستان میگوید رهبر این جنبش تندگرا به مقصد جلوگیری از بداخلاقی در ولایت شمالی بلخ استفاده نخ‌های آپتیکی اینترنت را منع کرده است. از زمانی سر قدرت آمدن طالبان در سال 2021 این باری اول است که اداره‌های حکومتی بخش خصوصی نیازهای جمعیتی و خانه‌های ساکنان بلخ از اینترنت محروم می‌شوند. در همین حال اینترنت موبیلی فعال است. سخنگوی حکومت بلخ حاجی عطاالله زید به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که منع کامل با حکم رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده جاری شده است. معلوم نیست که این قرار در ولایت بلخ است و یا این حکم
یکم با دیگر ولایت‌های افغانستان نیز دخل دارد. در گذشته مقامداران افغانستان هنگام چاره‌بینی‌های دست جمعی استفاده اینترنت موبیلی را منع می‌کردند تا از انفجار مواد ترکنده پیشگیری کنند. حالا رو آوریم به آلمان. دیروز دادگاه شهر اشتوتگارت یک شهروند افغانستان را که با کشتار یک افسر پلیس متهم میشد به حکم ابد محکوم کرد. در این باره همکارمان میرزا خالقزاد تفصیلات بیشتر دارد. در آلمان یک زاده افغانستان برای کشتار فردی در گردی‌همایی ضد اسلامی به حبس ابد محکوم شد. روز سه‌شنبه دادگاه شهر اشتوتگارت ابراز داشت که سال گذشته این شهروند افغانستان با غرضهای احتمالاً مذهبی به گردی‌همایی ضد اسلامی حمله کرد که بر اثر آن یک افسر پلیس به قتل رسیده 5 کس دیگر زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری ریترز حکم زمانی صادر می شود که در آلمان بحث بازگردان جنایتکاران و پناهجویان ناکام افغانستانی جریان دارد. خبرگزاری می افزاید بازگردان افراد یاد شده سال گذشته بعد مذاکرات آلمان با حکومت طالبان افغانستان آغاز یافته است، ولی برلین تا کنون رسما این اقدام را تصدیق نکرده است. ماه می سال 2024 شهروند 26 ساله افغانستان که با نام سلیمان ذکر شده است با کارد شکاری به گردی‌همایی گروه مخالفین اسلام با نام پاکس یوروپا در شهر غربی منهیم حمله کرد. بعد این عمل او بازداشت شد. هرچند این شهروند افغانستان از هواداران سازمان دهشت‌افکن دولت اسلامی به شمار می رود، در عیبنامه‌اش تروریسم یاد نشده است. در حکم سلیمان اصطلاح جنایت خیلی وزنین به چشم می خورد، یعنی امکان عفو جرمش وجود ندارد. طبق قانون‌های آلمان سلیمان حق دارد بازنگری حکم را طلب کند. در تاجیکستان تاکنون تلاش برای بازگردانیدن آنهایی که به گفته مقامات فریفته گروه‌های افراطی شدند ادامه دارد. اما در این میان آنهایی هم هستند که برای دستگیری مخالفان سیاسی متهم به جنایت شدند و مقامات هم سعی دارند آنها را نیز برگردانده به قول خودشون به راه راست هدایت کنند. همکارم طاهری سفر این موضوع را تحقیق کرده است. ما قطعیت گاب دیسم اومدنی باشه بخیز عرضه تبنایز بخیز گیان اومدنی باشه میقاپیم بهشون محکمت بکنیم به یگون نمی تهدید به یگون شیطانی. پارچه از گفتگوی تلفنی یک مفتش ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته با شمس‌الله امانوف مهاجر کره که در تاجیکستان به افراطگرایی متهم شده است صحبت تابستان سال 2024 ثبت شده است. یعنی که گفتن که در همین گروه‌های مخالفین لایک داشته شما همین قدر سخن گفتن خلاص گفتن باید برگردی با وطن، گفتن که تو مبلغ گذاری کنید با محمد ایغول صدرالدین. یعنی برای این کارش یعنی درست شماردن تروریسم دعوت به تروریسم به ضد او بر طبق ماده 179 کدکس جنایی پرونده باز کردند. محمد اقبال صدرالدین مقیم اروپا و صاحب وبسایت اصلاح است و سیاست‌های حکومت تاجیکستان و به خصوص امام علی رحمان و اطرافیانش را با لحن تند تنقید می‌کند. دادگاه عالی رسانه‌های محمد اقبال صدرالدین را افراطی اعلام کرده است و خودش هم پرونده جنایی دارد. شمس‌الله امانوف ساکن 33 ساله باختر یکی از آنها است که میگوید تطبیق عفو آلوده به فساد و رشوه‌خواری، قانون‌شکنی و تهدید به خویشاوندان متهمان به جنایت و مخالفان و منتقدان حکومت تاجیکستان است. همسر ما بومان هست در اینجا، اون خودش نقل میکنه میگه که مثل یک حیوان برای در یک جمعه مونند همونجا روز تا به یا گوشنه تشنه حتی نمیمونن که حاجت خانه برای فقط همین خگب میگن که زنگ بزنین فرزندتون یا که شوهرت زنگ بزن برگرده. در 10 سال آخر سال 2024 ضمن یک سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گفت که در 10 سال گذشته پرونده‌های 1640 نفر از شهروندان فریب خورده که به وطن برگشتند قطع شده است. هدف به گفته مقامات فراهم آوردن شرایط برگشت آنهایی است که در جنایت‌های وزنین دست نداشتند و می‌خواهند زندگی آسایشته پیش برند. گناه او را عفو کردند. وزارت امور داخلی ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت که عبدالرحمن احمدوف ساکن خوجند با اختیار خود به تاجیکستان برگشت و از جوابگری جنایی آزاد شد. دولت قطع کرده و میکنیم گفتم ما عریضه کرده آمدیم وقتا همین کارها وجود داشته است. اما شمس‌الله امانوف که حالا در اروپا است بیم دارد که اگر برگردد کسی او را عفو نمی کند و به این عقیده است. همین زندانیای سیاسی هست اینا رو وقتی که آزاد کنن بعد من یعنی که باور میکنم
میتونم که بر بگردم به وطن. اگر نه هیچ امکانی نداره که من بر بگردم به وطن. حاضر رو اگر بر بگردم من نه کم از 12 سال کنج زندان نشینم. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. به زوراوری با این نام ساکنان تاجیکستان در تلفن‌های خود پیامک دسترس کردند که در آن گفته می شود اگر زوراوری و خشونت دیدند بر رقم مخصوص کمیته زنان زنگ زنند. مقامات میگویند با این راه میخواهند پیش راهی لطوکوب خشونت در خانواده ها را بگیرند. اما برخی از تحلیلگران به نتیجه آور بودن این اقدام چندان باور ندارند. زرانگیز نوروز شو گزارش می‌دهد. هر سال من دوبار لیچی نمیگیرم، عصب نروی عصب من لیچی نمیگیرم که عصبم آرام شود. پس از 13 سالی زناشویی سیاره در دوراهه مانده است. میگوید دیگر طاقت تحقیر و دشنام شوهرش را ندارد و در فکر جدا شدن است. هرچند با 4 فرزند گرفتن این تصمیم هم برایش آسان نیست. خودش هم ای کار آمده برآورد، یک بهانه روی میکند، حقارت میکند، جنگ میکند. پدر مادر من مثال دشنام بیزید میکنه، فرزندم اهمیت نتیم نمیشود تا چند سخت میرسد سخنهای خبیر. شوهرش در یکی از بازارهای شهر عرابه میکشد. سیاره هم برای پیشبرد زندگی در بیمارخانه کار میکند. اما شوهر ضد کار کردن اوست. میگوید هرچند مشت و لگد نمیخورد اما زیر فشار روانی قرار دارد و از این همه خسته شده است. برای مشورت و کمک وی به کمیته کار با زنان و عائله آمده است. با او گفتند برای جداشوی شتاب نکند. را فکر دقت کن، اندیشه کن، مثل خلاصه تبرار. مثل این زن در 2 ماه اخیر به اتاق باوری کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان تقریباً 250 نفر مراجعت کردند. این اتاق با تلفن باوری در دایره برنامه پیشگیری زوراوری در عائله تشکیل شده است. کمیته با ارسال پیامک به تلفن ساکنان از آنها دعوت کرد که در حالت دچار شدن به خشونت و زوراوری به رقم 221 40 تماس گیرند. یک هدف ارسال رقم باوری به تلفن ها پیشگیری از پیامدهای فاجعه بار زوراوری در خانواده هاست. در حالت وزنین ترین یعنی مراجعت کرده میتواند، یاری پرسیده میتواند، زیرا که این تلفن امروزه ما همه وقت در تماس است. ارسال رقم باوری به تلفن‌های ساکنان در حالی است که موضوع زوراوری و آزار لفظی در عائله‌های تاجیکستان همان داغ باقی میماند و پیوسته رسانه‌ای شدن خبرها درباره لط و کوب یا کشتار زنان با دست همسرانشان و یا برعکس این مسئله را باز هم جدی‌تر کرده است. اما طور بعضی از جبردیده‌ها میگویند نه همیشه در حالت ضروری و مراجعت از سوی کمیته یا سازمان‌های کار با زنان حمایت می‌یابند. یکمش این که نه همه آدم و زنها مخصوصا میتوانند باور کرده زنگ زنند، یکمش. و دیگرش این که اونجا وای دارد، لیمیت دارد، یعنی وقتش معین است، از مثلا از ساعت 8 تا 5 یا 6 بیگاه. کارمندان کمیته زنان میگویند در آینده رقم باوری برای جبردیده‌های خشونت 24 ساعت فعال خواهد بود. اما سازمان ملل در یک گزارشش به آن تاکید کرده بود که تقریباً 75% زنان جبردیده برای کمک مراجعت یا صدا بلند نمی‌کنند. کارشناسان هم میگویند با این اندیشه که گپ خانه نباید به بیرون برآورده شود، مردم و مخصوصاً زنان از شکایت خودداری میکنند. به گفته جامعه شناس زلیخا عثمانова این اندیشه باید تغییر داده شود و ضرور است که تمام جامعه دست به کار شود و با جلب روحانیان و تهیه نوارهای مخصوص به مردم رسانیده شود که خشونت و زوراوری منع است. اینجا برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.